پس عزیز من، خدای محمد چقدر زیباست، خدای یوسف چقدر زیباست. تو را آبشار دیوانه کرده، خواندن بلبل دیوانه کرده، گلستان دیوانه کرده، آواز یک موسیقی خوان دیوانه کرده. پس اون خالقی که اینها را خلق کرده است، با اون بیندیش که چقدر زیبا هست. او چقدر زیباست. او در روز جمعه را ملاقات میکنه. الان فرشتگان در این صفا صف کشیده. الان الله پخش مستقیم من تو را میبیند، واسطه ای در کار نیست. همین الان در مشاهده الله هستیم. این گریه های تو را میبیند، این دلدردی تو را میبیند.